السلام علیکم حضرت داملا. من کسیته های شما را در یک ماشین گوش کردم. سخنهای شما به من بسیار معقول شد. برای همین از روز پنجشنبه از یک قشلاق دوردست دنقره برای 2 سوال آمدم. التماس همین روز سوال مرا جواب دهید. مرا برای انگشتی شهادت را برداشتن مسخره میکنند، وهابی میگویند و میگویند که از 18 فاسد کننده نماز 1 تایش انا همین است. و دوم سوال از قفای ولد زینا که دانشمند است نماز خواندن درست است یا نه؟ از قفای ولد زینا البته نماز خواندن جایز می شود در حالتی که اگر در برابر این ولد زینا، یعنی کسی که از زینا تولد شده است، اگر یگان عالم دیگر وجود داشته باشد وای پیش درآید، این حالت در نماز جمعیت همه کراهیت پیدا میکند. یعنی در حالت یک عالمی که ولد زینا نباشد باید که وای پیش درآید، لیکن وقتی در بین همین جمعیت بغیر همین ولد زینا دیگر هیچ دانشمندی نیست، وای پیش می درآید، در نماز شما هیچ خلل و زللی پیدا نمی شود. زیرا که این فرزندی که تولد شده است این هیچ گناه ندارد. همه گناه همون پدر یا گویم همون مرد یا همون زنی که در این آفت، در این معصیت چنگ زدن، انا اونها در نزد خدا مسئول و گناهگار هستند. این ولد زینا هیچ گناه ندارد، فقط از حساب همون مادری فاسقه و فاسدهش گویم در این یک خیلی بیچاره یک مصیبت وزنین، یک داغ در حیات او پیدا شده است. لیکن برای برداشتن انگشت که در حالت التحیات ما و شما میخوانیم، وقتی اشهد ان لا اله الا الله گفتن دمی برداریم، اشهد ان لا اله دمی برداریم، الا الله دمی پرتاییم. وقتی انسان مسخره میکنند، وقتی انسان وهابی میگویند، باور کن وای شاید که در وجودش هیچ از ایمان و اسلام چیزی وجود نداشته باشد که وقتی انسان عمل سنت پیغمبر در چنگ میزند وای مسخره میکند که تو وهابی هستی. اگر وای وهابی باشد باز یک سخن دیگر گفتنی بودم. از این خاطر برداشتن انگشت این سنت است. انگشت ها را بردارین. من یک بار دیگر در این موضوع گفته بودم، کسی می بردارد ثواب میگیرد، کسی نمی برداری به همون انسانی که انگشت چه می بردارد خلل نرسان، خلل نرسان، زیرا تو علم نداری. اگر تو علم داشته باشی مرحمت بیا نزد ما. کجا در 18 فاسد کننده نماز در برداشتن انگشت است؟ اگر در کدام کتابی هم که باشد این سند ندارد، این قول رد است، این دلیل ندارد در فاسد کننده نماز برداشتن انگشت باشد. وقتی که 35 36 حدیث پیغمبر خدا در باب برداشتن انگشت باشد، این از کجا از فاسد کننده است؟ وقتی پیغمبر خدا میگه هی اشد علی الشیطان من الحدید، وقتی این حدیث پیغمبر خدا انا همین برداشتنی که شما میبردارین انگشت اشهد ان لا اله دا که برداشتین، وقتی میگذارینش همچنان است که در سر شیطان شما با یک آهن زده باشین. اینقدر ثواب دارد. مسخره کننده در نزد الله البته گناهگار می شود. من به همه شما مراجعت میکنم، بردارین ان شاء الله ثواب میگیرین.